کنید، کمک کنید. باید زنده بمونی، زنده بمونی، حق نداری بمیری. الان زخمی شده؟ بله، خون زیادی هم از دست داره. دیلا با من این کارا نکن. بیدار شد دختر. ببرینش اتاق عمل. اسم ایشون چیه؟ دیلا چه بگی؟ چه نسبتی داره؟ من شوهرشم. اون زن منه. دوست دوران بچگی به همه چیزم دکتر. زنده میمونه ها؟ بگین خوب میشه. حتما بهتون اطلاع میدم. فعلا منتظر بمونید. حالت خوبه صدا؟ حالت خوبه؟ آره، من بد نیستم. دیلا چی؟ بردم اتاق عمل. حالش وخیمه. دکتر گفت که باید منتظر بمونید. اما چطور منتظر بمونید؟ باید به من میخورد. هدف گلوله من بودم. الان وقت این حرفا نیست. باشه وقت اونم میرسه. بذار دیلا مرخص بشه. سعی و سالم بیاد خونه. زود باش باید زنده بمانی. زنده بمونی. خواهش میکنم لطفا. داداش مواظبش نبود. نتونستم. تو هر کاری از دستت برمیومد کردی. خب اون خودشو انداخت جلوت که ازت محافظت کنی. کاش من تیر میخوردم. من بهش نرسیدم. چطور نتونستم؟ داداش عزیزم خودتو سرزنش نکن. دیدی خودشو چطور انداخت جلو؟ بدون اینکه فکری بکنه این کارو کرد. نمیدونی من بهش چیا گفتم و چی کارا کردم. بدون یه لحظه فکر کردم. چرا؟ عشق. برای اینکه تو رو خیلی دوست داره. بدون اینکه به فکر جونش باشه. واقعا دوست داره. خب نداشته باشه. داداش بیقراری نکن. کاری از دستت بر نمیاد. میامد. همش تقصیر منه. من یه بار قربانی دادم. برادرم از دست دادم. الانم اگه اون بره قرار نیست کسی جایی بره. خودتو اذیت نکن. دست از سرم بر نمیداره. لجبازه. بدون اینکه قلبم از جاش در بیاره جایی نمیره. اینو خوب میدونم. برم بهش سر بزنم. خوبی؟ وای آوازیا، کاش به من میزدی لعنتی. دیلا اونجا، تو اینجا. من خوبم، برو به دیلا سر بزن. ها؟ گفتم خوبم، برو پیش دیلا. واقعا خوبی؟
عزیزم تو برو، منم میام. مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد. لطفاً بعد از شنیدن صدای پیغام بفرستید. خدا لعنتت کنه بورا، باورم نمیشه تو دیوونه شدی؟ راست میگفتی، تو به هیچ کی رحم نمی‌کنی. من با خودم فکر می‌کردم تو فقط می‌خوای بترسونیشون. اصلاً سر در نمیارم. آخه تو چطور تونستی این کارو بکنی؟ بهم زنگ بزن. خیلی احمقی، خیلی بی‌ارزه‌ای. مگه من بهتون نگفتم نباید به دیلا آسیبی برسه؟ احمقای نفر. چی گفتم؟ فقط دیلا. هدف کزگون بود، اون خودشو جلو انداخت. نقشه این نبود، ولی نمیدونم چی شد. زود از اونجا رفتیم. از وقتی وارد این خانواده شدی زخمی نمونده که نخورده باشی. تو که به هدفت رسیدی، پس چرا اینقدر نگرانی؟ شرمین خانم، الان وقت این چیزا نیست خانم. کافیه، همه به اندازه کافی ناراحت هستیم، مخصوصا اون. تمومش کنیم. باشه. یعنی کی این کارو کرده؟ کی با خواهر من این کارو کرده؟ چی شده؟ خیر باشه ها؟ نکنه به من شک داری؟ احمق نیستم. میتونه بهرام باشه. هر کسی میتونه باشه. اگه دیلا خودشو جلو همینطوره. تو را میخواستن بزنم. دشمنی کردنم برای خودش قواعدی داره. چرا اومده جایی که زن و بچه هستن این کار احمقانه رو کرده ها؟ بذار دیلا مرخص بشه. حساب تک تکیشونو میرسه، فقط دیلا بیاد بیرون. منم بیکار نمیشه. نگران نباش. براز. بله. حال دیلا خوبه؟ توتال عمله. تو رو خدا شرمین بگو چی شده؟ دیلا واقعا خودشو جلوی گلوله انداخته؟ هنوز چیزی معلوم نیست. منتظری. تو بیا با هم حرف میزنیم. فهمیدم کسی اونجاست. من نمیتونم بیام. یه کاری دارم باید انجام بدم. ببین شرمین، همین که دیلا از اتاق عمل بیرون اومد به هم خبر بده. فهمیدی؟ خیلی خوب. هی بابا، اونم نگران شده که چه بلایی سر دیلا اومده. عزیزم. شما همسرشون هستین؟ بله بله. بفرمایین. اینا چیه؟ ساعت و انگشترشونه. چرا اینا رو میدین به من ها؟ حالش خوبه؟ دیلا حالش خوبه خانم؟ اینا وسایلی هستن که همراهشون بود. تو اتاق عمل ممنوعه. ببینم تو واقعا دیلا رو اینقدر دوست داری؟
آقا برو بفرمایید سمت اسکله، میزتون آماده است. آقا فرمان، عملیاتی که با کمک شما انجام دادم متاسفانه خوب پیش نرفت. چرا خوب پیش رفت؟ یعنی چی؟ من دشمن بهرام دیوار هستم دانستانده. پیامم به اون کسی که میخواستم رسید. بهرام دیوار میفهمه که تنها نمیتونه کار کنه. میزی که میخواد چیده نمیشه. اگه من لو میرفتم؟ لو نمیره. بهرام کسی رو که فکر کنه مقصره مجازات میکنه. الان وقتی اینی که دست بهرام رو کنیم برو دستنده. تو با من هستی یا بهرام؟ من مطمئنن با شما. کمرو جواب نمیده. مامان یه لحظه تو اینجا بشین، من برمیگردم. ممنونم. خدا بد نده، من فکر کردم دیلا اینجاست. طبقه بالاست، اون تو اتاق عمله. خواهر و برادر چیزیشون نشده، حالشون آره خوبه. با کمرو حرف زدم. تو حالت خوبه؟ چرا کسی پیشت نیست ها؟ نگران نباش، من به تنهایی عادت دارم. تا چند ساعت دیگه مرخص میشم. دیلا حتما یه چیزی شده. من خیلی نگرانم، هیچ کس هیچی نمیگه. من بهت خبر میدم چی شده. خیلی خوب. میخوای کمکت کنم؟ ممنون، خودم میتونم. هنوز درد داری؟ باید به پرستار خبر بدم ببینم تبم داری؟ ممنونم از توجهت. من تو برو پیش داداشت ببین حال دیلا چطوره. باشه بهت خبر میدم. دیلا عملش چطور بود؟ دیلا صداتونو نمیشنم. وضعیتش خوبه خدا را شکر. نگران نباشید، خطر رفت شده. خون زیادی از دست داده. یه مدت باید تحت نظر باشه. فقط یه نفر میتونه بمونه. باشه من میمونم.
میتونم برم پیششان؟ فعلا صبر کنید. آها. دیدی که من بهت گفتم قرار نیست کسی جایی بره. دیلا نه، ولی خیلی باید برن. کامرو داداش تو خوبی؟ آره خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر. کارتال یه خواهشی ازت دارم. صدا پایین تو اورژانسه. کارای ترخیصشو انجام بده، من کار دارم نمیتونم برم پایین. دافنه و ناز خونه هستن. میشه تو بهش رسیدگی کنی؟ مگه تو خونه تنهان؟ نه نیستن، دافنه خیلی ترسیده. اگه صدا رو ببری خونه خیلی خوشحال میشم. باشه ممنونم. تماشا خونه. میدونی وقتی تو رو اینطور دیدم چی به ذهنم رسید؟ وقتی که دیلا لوزش رو عمل کرده بود، تو اون موقع تب کردی تا اون از عمل بیاد بیرون، تا وقتی بشنوی حالش خوبه تبت اصلا پایین نیومد. یادم نمیاد. بی خود نمیخواد انکار کنی پسرم. تو و دیلا نمیدونم، انگار که یه جور دیگه قلبتون به هم وابسته است. اون زمانم بود، الانم هست. من الان اصلا تمرکز ندارم. خب حق داری پسرم، همه ی حواست اونجاست. بعد از عمل دکتر به دیلا بستنی داده بود. خدایا تو چه دادی زدی. میگفتی اون لوزه ی آدمو مریض میکنه، گفتی من دیلا رو مریض کردم. نگو بستنی خورده بودین روزی که دیلا حالش بد شده بود و بردنش بیمارستان. حالا یادت اومد؟ آره؟ دارم میبینم چقدر درد میکشی. الان اونجا خوابیده؟ میخواست جون منو نجات بده که گلوله خورد. برای نجات من. اگه تو همینجوری بخوای دیلا رو اذیت کنی، اونم بخواد که اینطوری تو رو نجات بده، هم دشمنید همینطوری عاشق. چه عشقی. این چه حرفی، همچین چیزی نیست. نمیبینی پسرم، اینا همش نشونه ی عشقه. این عشق تو رو وسط جنگ کشونده، ولی این جنگ به نفع هیچ کدومتون نیست. خواهش میکنم فاصله بگیر، هم خودت هم دیلا رو نجات بده، وگرنه زندگی هممون تباه میشه. دیلا تو دیوانه ای؟ اینجوری جلوی گلوله میپرن؟ دیوانه که میشی چشمت هیچی نمیبینه. خیلی ترسیدم دیلا. ترسیدم که بلایی سرت بیاد.
دکتر گفت که ازت خیلی خون رفته. اون خون برای من خیلی ارزش داره. من انتقامشو میگیرم، نمیذارم پایمال بشه. نگران نباش. تا وقتی چشماتو باز نکنی من خواب ندارم. میدونی که نه نمیدونی. ندون. اگه بلایی سرت میامد خودمو نمیبخشیدم. نه نمیبخشیدم. وقتی بیدار شدی توافقمونو به یاد بیار. تو حالت خوبه؟ چرا از جات بلند شدی؟ آره خوبم. انگار فشارم افتاده. پس بگیر بشین. چرا سر پای برات خوب نیست؟ طوری نیست، الان خوبم. فکر کنم بازجویا بهم استرس وارد کرده. هم نگران دیلا هستم، هم زود باید برم خونه پیش دافنه. اون طفلکی خیلی ترسیده. دیلا حالش خوبه، نگران نباش. الانم بخوای بری پیشش نمیذارن ببینیش. من اومدم ببرمت خونه. خب راستش این چیزیه که علی ازم خواست. نه ممنون، میتونم با تاکسی برم. خب نمیشه که با این وضعت بخوای با تاکسی بری. من میبرمت دیگه. باشه بریم. بامداد امروز دیلا دختر رفعت بیلگین در عمارت پدری خود زخمی شد و بلافاصله در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت. در بخش بعدی آخرین اخبار وضعیت سلامتی ایشان را به اطلاع شما خواهیم رساند. تحقیقات لازم در مورد عاملین حمله مسلحانه در حال انجام است. نگهبان این درو باز کن. میخوام با دخترم حرف بزنم. این درو باز کنی کسی نیست. نگهبان درو باز کنی. چرا کسی جوابمو نمیده؟ نگهبان چقدر معصومانه خوابیدی. هر کی ببینه فکر میکنه چقدر بخیالی. فقط بیدار شو. خب من اون بد اخلاقیات و اون حاضر جوابیات رو بیشتر از این وضعیت دوست دارم. فقط بیدار شو. شما هم بلند شید برید.
دیلا حالش خوبه. منتظرم که بیدار بشه. میدونی اون روز چرا تب کردم؟ رفتم با پولام بستنی خریدم. همشو زود زود خوردم. بعدش هم آب سرد خوردم تا لوزه های منم عفونت کنه. دیگه این کارو نکن. با تو هنوز کار دارم. حرفای منو اصلا گوش نکردی. گوش کن. نظر دیگه نگران تو باشه. باشه. پسرم تو هم ذهنتو آروم کن. به قلبت آرامش بده. عمر و جوونی تو راه این نامردا نذار. سعی کن از خودت مراقبت کنی وگرنه منم میمیرم. جهان خبری نشد؟ چیزی پیدا کردی؟ ردی از اون آدما؟ این آدما مطمئناً واسه ندیم کوزه کار میکنن داداش. ماشینی که دوربینا گرفتن متعلق به شرکت اونه. به جمع ما خوش اومدی. ای والا. نمیخوای خودتو معرفی کنی؟ چرا باید همچین کاری کنه؟ دلیلشو نمیدونم ولی نتیجه رو ببینی تو هم راضی میشی. یعنی چی؟ اخبار رو ببین. زود جواب تو میگیری. ندیم کوسه بر اثر سکته قلبی امروز صبح فوت کرد. تو دستشویی صابون نیست. با این صابون دستتون رو بشورید. درویش درویش خدا بد نده. همیشه به موقع میای. خیلی وقته که پایین منتظرتم. خواستم جو کمی آروم شه و تو هم آرومتر بشی. بریم بیرون حرف بزنیم؟ صابونو که بی خود نفرستادم. اول دست و صورتتو بشور. کار بهرام نیست. پس کاری کیه؟ نمیدونم. اگه بهرام بفهمه منم میفهمم. من زود میرم ببینم. حتی یه چیزایی هم میدونم. نمیتونی از پیش دیلا جایی بری. خیلی باید مراقب باشی. حتی یه لحظه هم دیلا رو تنها نذار. تو هم مراقب خودت باش. فهمیدی؟ سعی کن هرچه زودتر از این بیمارستان بری. اینو بگیرش. یه مدت بدون اسلحه نگرد. دختره نزدیک بود بمیره. برای همدیگه چند بارم لازم باشه بمیرید باید بمیرید. برو صورتتو بشور. دیلا من باید چی کار کنم؟ علی دیلا چطوره؟ علی بگو برای سرش نیومده. علی بگو زنده است.
آروم باش بابا. دیلا زنده است. خدایا شکرت، خدایا شکرت. از اتاق عمل بیرون اومده، آوردنش بخش، منتظریم که بیدار بشه. بگو فردا میرم ملاقاتش. کی این کارو کرد علی؟ کی بود؟ نمیدونیم ولی بالاخره میفهمیم. کوزگون دستی تو این کار داره؟ نه نمیتونه کار اون باشه چون هدف اصلی گلوله اون کاش بهش میخورد. ولی هم زنده است، هم تو رأس زندگی ما هر کاری دلش میخواد میکنه. علی ببخشید علی، گوشیو بده به دیلا، باید یه چیزی بهش بگم. بابا هنوز بیدار نشده، نمیتونه بشنوه. تو بده، اون میشنوه. باشه. دیلا دختر بابا، عزیز من، میدونم صدامو میشنوی. تو خیلی دختر قوی هستی. ها؟ بهت گفتم دیگه اینجا نیا. بهت گفتم دیگه نمیخوام ببینمت. دیلا دختر بابا، ولی بدون که تو مهمترین چیز زندگیم هستی. دیلا لطفاً بیدار شو، خواهش میکنم بیدار شو دیلا. سردته؟ بذار اینو بندازم رود. بیا. حالت که بهتره ها؟ الان چطوری؟ نمیفهمم چرا انقدر زود مرخصت کردن آخه. خودمم نمیفهمم. درد زیاد دارم. وضعمو ببین، حتی زنگم نمیزنن حالمو بپرسن. دلم خوش خونواده دارم، ولی هیچ نمیدونم کجای اون زندگی هستم. یه وقتهایی هست که پیش خودم احساس میکنم زیادیم. آدم نمیتونه همینجوری هم بذاره بره، مگه نه؟ گاهی وقتا توی شرایطی گیر میکنی که نمیتونی ازش رهاشی. چقدر عجیبه. چی عجیبه؟ آدم دلش میخواد با تو درد دل کنه. یعنی هرچی بیشتر میگم حالم بهتر میشه. خیلی ازت ممنونم. بلا دور باشه. زنده باشید. ممنون. پلیسا هنوز داخلن؟ نه، جستجوشون تموم شد. ممنون. پله ها زیاده، اگه میخوای به من تکه بده. ببینم دافنه حالش چطوره؟ خوبه، خوابیده. چه خوب که امروز بودی. کمکم کردی و هستی.
یعنی ازت ممنونم. من که کاری نکردم. میگم چند ساعت گذشته هنوز به هوش نیومده. عادیه؟ آره عادیه، نگران نباشید. داری ناز میکنی؟ تو که جون به سرم کردی. چشمتو باز کن دیگه دیلا. وایسا حرکت نکن. چی شده؟ تو تیر خوردی. پریدی جلوی تیر. فکر کردی تیر رو به تو بخوره برمیگردن ها؟ الان این خنده داره؟ نیست، ولی باید با فکر یه کاری رو بکنی. تو باید با کسی که تیر خورده بهتر مدارا کنی، درسته؟ ماشاءالله عقلت اومده سر جاش. شروع کرده به تیکه انداختن. بذار پرستارا رو صدا کن. داداشم اینا کجان؟ حالشون خوبه؟ آره خوبن. الان اونا خونن، چون فقط یه نفر باید بالا سرت باشه. لابد اون یه نفرم تویی. تو حالت خوبه؟ زندگیمون نجات دادی. ناخواسته بود، یعنی بدون فکر. اصلا نفهمیدم چرا همچین کاری کردم. یعنی یه بار دیگه بشه این کار رو نمی کنی ها؟ این طرز فکرت عالیه، عوضش نکن. آفرین. من میرم هوا بخورم. سماشا خونی. حالتون بهتر شده؟ خوبم. همسرتون خیلی دوستتون داره. یه لحظه هم ازتون جدا نمیشد. آره معلومه که خیلی دوستم داره. نگاش کنین. شرمین،
دیلا چطوره؟ حالش خوبه، نگران نباش. به هوش اومده، دیگه خطر رفع شده. خدایا شکرت، خدایا شکرت. چه عجب از این برا؟ اومدم ببینمت. ممنونم که اومدی. شرمین ببین میخوام همه چیو بهت بگم. هیچ علاقه‌ای ندارم بدونم. حرفای تو نه داداشمو برمیگردونه نه تو رو از اینجا در میاره. میدونم. اما حالا که اینجایی یه کاری انجام بده. سعی کن این آشوب آروم کنی. یعنی چی؟ کزگون هر روز داره قوی تر میشه و ازدواجش هم با دیلا قدرتشو بیشتر کرده. میدونی بهرام مادیوار نمیخواد درگیری پیش بیاد؟ مگه ازدواج ما هم به همین خاطر نبود؟ برای اینکه شرف من آشتی کنیم و بتونه ما رو آروم کنه؟ دیگه کافیه. باشه. میخوای چی کار کنم؟ کزگون الان دقیقاً به اندازه دیلا قدرت داره. حداقل از نظر مالی قدرت دیلا رو بین من و علی تقسیم کن. یعنی میخوای دیلا رو از ارث محروم کنم؟ درسته با فامیلیم نمیتونم ازش محافظت کنم. اون وقت تو میخوای با این کار بیچاره ترا بدون قدرت باقیش بذارم؟ فامیلی دیلا الان دیگه چه بجیه؟ تو اینجوری فقط داری از فامیلی چه بجی دفاع میکنی. به حرفام فکر کن. اگه این کارو بکنی به نفع هممونه.
اوه برای بیمار گل خوب نی بده من. فقط خودت میتونی بری. گل نمیشه. خوش اومدی بورا. حالت خوبه؟ آره خوبم. ماشاءالله خیلی خوبه. توپه. میشه تنها باشیم؟ آره حتما. البته 2 تا قهوه براتون میارم. نه نمیشه. تو نباید با کسی تو اتاق بیمارستان تنها بمونی. حد تو بدون برادر اسلامی. آقا بورا، بهرام دیوار میخواد شما رو ببینه. گفته بودم که کوزگون چه بجی کاندیده. اون از من اجازه گرفته. با کسی که خواستم ازدواج کرده. به چه جرأتی به کسایی که تحت حمایت منن حمله کردی؟ هدفم آسیب رسوندن به دیلا بیلگین نبود. هدفتو نمیخوام، عملو میبینم. من واقعا کنجکاوم. میخوام بدونم چرا از کوزگون حمایت میکنید. اینو هیچ وقت نمیتونی بفهمی. یه لحظه لطفاً صبر کنید. بدون شنیدن حرفام وارد عمل نشین. خواهش میکنم اجازه بدید لطفاً. فرمان کروغلو مطمئن حرفمو باور میکنه. در مورد توافقمون حرف زد.
بعدم باید باید صحبت کنم. چقدر با غذا بازی میکنی؟ بدش به من. بده. چی کار میکنی؟ دهنتو باز کن. کوزگون. باز کن تا نریخته. باز. آها. باز کن آفرین. باشه آرومتر. خوبه برات، بخور. در اصل باید این کاسه رو سر بکشی، همه رو بری بالا. ولی خوشت نمیاد. نه بابا، از کجا میدونی خوشم نمیاد؟ خیلی هم دوست دارم این کارو کنم. بدش به من. آفرین. بذار کنم. کوزگون، چرا همش کنارمی؟ خسته نشدی؟ بسته دیگه، ممنون. خودم از پسش برمیام. خب حتما به زندگی توی یه دونه اتاق عادت کرده. بدون تو برام خیلی سخت. دارم جدی میگم. نیاز نیست هر دقیقه بالا سرم باشی. تو بیمارستان پیشم بودی، کافیه دیگه. برو یه هوایی تازه کن. اینطوری راحت ترم. حالا هوام اینجا بهتره. ولی من راحت نیستم. دمی در اون همه آدم گذاشتین، مگه قرار جنگ بشه؟ بلایی سر من نمیاد، نگران نباش. تو داشتی میمردی. میدونم، ولی نیاز نیست بیشتر از این احساس گناه کنی. هر کاری از دستت برمی اومد انجام دادی. کسی که این کارو کرده پیدا میکنم. هر دو دستشو خورد میکنم. هدف اون گلوله‌ای که شلیک شد در واقع من بودم. تو قراری که گذاشتیم گفتی ازدواجمون نشونگی صلحه، درسته؟ انگار باید اینجوری نشونش بدیم. برای همین یه لحظم تنهام نذاشتی؟ به خاطر قرارمون؟ یکم اینطوریه، یکم هم نه. یکم اینطوریشو فهمیدم، اون یکی رو نفهمیدم. اون چیه؟ نکنه گلوله تونسته یکم قلبتو تکون بده؟ باز دوباره شروع کردی. الان هم میدونم میخوای چی کار بکنی. ابروی راستتو یکم میدی بالا، چونت هم یه ذره میدی جلو. خدا میدونه چی میخوای بگی. بگو دیگه، بگو، تعارف نکن. میدونم اگه نگی میترکی. بگو. ترسیدی نه؟ البته. رو دستم افتاده بودی، سر تا پات خون بود. نمیدونی چجوری خودم رو رسوندم بیمارستان. دیلا، دارم جدی میگم. مسخره بازی در نیار. تو داشتی منو تنها میذاشتی دختر. اینم کار بهرامه؟ فکر نمی کنم. ولی من فکر میکنم هیچی از اون بعید نیست. چون بهرام یه آدم بی‌هویته که حتی یه بارم ندیدیمش. تو استراحت کن. به وقتش میدونم باهاشون چی کار کنم، نگران نباش. به کسی شک کردین؟ یه چیزایی هست. اون ندیم که به عروسیمونم اومده بود، اون از مظنونای اصلیه. ماشین این آدم ها متعلق به اونه. ندیم کوزه رو میگی؟ روحش شد. مگه مرده؟
ولی چیزی که نمیفهمم اینه که چرا نتونستن منو بکشن. همین که دیدن گلوله به تو خورد دیگه شلیک نکردن. نمیدونم چرا. ببینم منظورت چیه؟ یعنی دست و پاشونو گم کردن و رفتن. معلومه نباید به تو شلیک میکردن. این بدجوری ذهن منو مشغول کرده. خیلی مشکوکه. یه چیزی هست. چی شد؟ نفس عمیق میکشم درد میگیره. بذار ببینم. چند ساعت پانسمانتو عوض نکردم. چیزی نیست، بگو پرستار بیاد. حلش میکنم. یه سیره اینجا بود، کجا گذاشتنش؟ قبلا آموزش دیدم، نترس. راحت باش. بذار ببینم. خیلی خوب، تموم شد. خیلی میسوزه. اینطوری بهتره؟ ها؟ آره یکم. یه لحظه همه چی رو فراموش کردم. یعنی چی؟ انگار همه یه چیزایی که دیدیم کابوس بوده، ولی متاسفانه واقعیت داره. واقعیت یه چیز دیگه است. این چی؟ این واقعیت زود میگذره. آره خیلی زود میگذره. کیو بگم بیاد پیش؟ هیچ کس. فقط میخوام یکم تنها باشم. اگه میشه امشب تو سالن بخواب لطفا. باشه. سلام علیکم. خبر تازه‌ای شده؟ چرا وقت کار میایی؟ حالا شده. کار کیه؟ بورادا استانلی. آفرین. به خدا میکشمش. بیا اینجا پسر، دیوونه نشو. چیزای دیگه ای هم هست که لازمه تو بدونی. چه چیزایی؟ ببین داستان تکراری بر من نگو. نباید به بورا کاری داشت. ولی اون به من دست درازی کرده. بهرام لازمش داره. دلیلش؟ دلیلش رو به وقتش با هم میفهم. هیچ کس نمیتونه قبل از اینکه وظیفه‌ش رو انجام بده از این دنیا بره. ممکنه بورا وظیفه‌ای داشته که ما نمیدونیم. مردشو رو وظیفه‌شو ببرن. بعد از اینکه اینجا کارت تموم شد برو اتاق ناز رو تمیز کن.
شما که ازش استفاده نمی‌کنین پس چرا اتاق کار دارین؟ پاشو بیا، سفره آماده است. اومدم. الان آروم میشین. خواب آورم هست. باشه ممنون. حالت خوبه؟ آره خوبم. چیزی شده؟ نه خوبم، چیزی نیست. تا حالا چیزی به اسم رویا شنیده بودی؟ نه. مثلا دستت بریدن یه گوشه انداختم، ولی تو هنوز حسش میکنی یا میگی درد میکنه؟ از وقتی توی یتیم خونه بودم سینم درد میکرد. همینجا انگار یه چیزی گیر کرده، داره خفم میکنه. همش میگفتم اگه بزنم روش رد میکنه، ولی هیچ فایده ای نداشت. بعد منو بردم پیش دکتر، چیزی نبود، ولی هنوزم درد میکنه. یه وقتی رسید که من از یتیم خونه فرار کردم، افتادم زندان، ولی بازم هر روز درد میکرد. قرصم اثر نمیکرد. بعد رفتم پیش دکتر زندان و بهش گفتم که اینو درش بیار، بندازش دور چون داره خفم میشه خونه. بهم گفت که درد میکنه چون دنبال رویایی. چرا همچین احساسی داشتی؟ نمیدونم، شاید مشکل روحی بود. گفتم شاید دلت برای یه کسی تنگ شده باشه. خیلی طولانی توضیح داد. من باورش نکردم، کاریم نمیشد کرد. آدم به همه چی عادت میکنه. تا اینکه تو رو دیدم. دردم کم شد، ولی چیزی که جاش اومده رو نمیشناسم. انگار خیلی برام غریبه. یعنی من چقدر تو رو میخوام. این حس لعنتی چیه نمیخوام.
تماشاخونه. داداش کارتال، اون روز من و مامان با همدیگه حرف زدیم در مورد بدهی مغازه. یه راه حل پیدا کردیم. گفتیم خونه رو بفروشیم. نظرت چیه؟ هیچ وقت برای مادیات خودتو ناراحت نکن پسرم. اینا فقط متعلق به این دنیاست. فرقی نمیکنه خونمون کجا باشه. فقط این مهمه که تو آرامش باشیم. بدهی مغازه رو پرداخت کردم. چطوری؟ یه جوری دادم دیگه. با کدوم پول؟ از یه جایی آوردم. اینو فهمیدم. پرسیدم با کدوم پول؟ چی کار داری با کدوم پول؟ جورش کردم دیگه. کارتال یعنی چی کار داری؟ هرچی در مورد توی به ما هم مربوط میشه. ما یه خانواده. کمرو میگم بدهی و پرداخت کردم دیگه، بحث نکن باشه؟ بازم کوزگون داده؟ نه ماما. هنوز قسط مغازه تموم نشده، پس وام جدیدم نگرفتی. میگم بدهی و دادم، چرا بحث نمی‌کنی؟ نکنه از نزولخور گرفتی؟ آره دلم خواست گرفتم. حالا چرا داری سر خواهرت داد میزنی؟ الکی حرف عوض نکن، بگو از کی گرفتی؟ علی داد. راحت شدین؟ بدهی مغازه رو داد، منم در ازاش برای اون کار میکنم تا قرضمو بدم. حالا خیالتون راحت شد هان؟ داداشم با دیلا بیلگین ازدواج کرده. الانم دارن با هم زندگی میکنن. چطور اینا هیچی نیست؟ حالا من بخوام با علی کار کنم دنیا زیر و رو میشه. هم تو این دنیا هم تو اون دنیا گناهایی داداشتون گردن منه. اون هرچی بلا سرش اومده به خاطر اشتباه منه، اما تو رو من بزرگ کردم. ولی برای خودم متاسفم نتونستم تربیتت کنم. فردا خونه رو میذارم برای فروش. وقتی خونه فروخته شد پولش رو میبری میدی بهش. کارتال کجا میری؟ کارتال
بیمارستان محک یک بیمارستان فوق تخصصی 100 تخت خوابی است. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. مؤسسه محک به عنوان یک سازمان غیردولتی ایرانی موفق شده که در ممیزی شرکت بازرسی بین‌المللی SGS امتیاز 95.5% رو در 7مین ممیزی خودش کسب بکنه و با این امتیاز در رتبه 4م جهان در بین 299 سازمان غیردولتی از امریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه قرار بگیره.